حمالو 30,000 تا پول تلفن دادم، زنگ زدم خارج بهش میگم 3-4 هزار پول بفرست. با توش خواهی فرستاده. بیا بخور. شکلاته جای شام من را کشتگی ضعف میکنم. بخور تو هم آدم گوشت سنگم کات دیر بودی خورده. هیچ که زندگی با هم رفیق نمید، هیچ که به هم اتفاق نکرد. تو از من خرشتی دادت من زن نمیشه که سعادت من. آره دیگه اینو که یه 8 ادامه. آقا جعفر یه خود برو بالا. رفت توی حرکت. بابا ولم کنیم با این مفهوم انتزاعی رفاقت. هیچ کس تو زندگی با من رفیق نبود. هیچ کس به من الفاق نکرد. ببین بذار بهت بگم اینا با هم گاوبندی کردن. بیدون روزه ما برنده بودیم. گاوبندی؟ بله. واو خوشه. کم فکر چه میگی ها چیه؟ چیه ها خیلی خبری هست؟ اون فرق نخرداری بچه ها پول میده جوال تمام ناشنوایان اشتراک خب سعی کنی منفی نشی یعنی مهربون میشی جوال تمام ناشنوایان اشتراک اینک وقت جنگ است منم توی حضور موجه اگه وقت کمک فکری خواستیم میتونی رو من حساب کنیم بروز تو یه وقتایی چت میکنی یا باریکالله جمال تمام ناشنوایان عشق است اینک وقت جنگ است اما منم که عذرم موجه اگه یه وقت کمک فکری خواستیم من در خدمتم سیگارت چون که دست کنم پرچم رو نگه بده روی صورتش اشتار یه بازی بالاتر میتونی بدی یه خود با مزه داره یه جلو صورتش توی جلو اینا خوبه یه خنده این خوبه چون این هم خنده هم حالا نگرد برو نزدیک همین خوبه فقط ببین یه دونه یه محمد بزنه روش یا یه پرچم بزنه جلو هر کدوم آسون‌تر هم میکنه یه پرچم بزنه جلو شیشه بکن در این حده من گفتم نه بعد این حده من دارم میدم اینو به منش حسین در رو ببندش چه شورت مرغوبی بودم خدا بگم چیکار کنه به چرا نمیفهمی تیری توپگلی و مفری و تیر بزنی و سرفیل ولم کنیم با این مفهوم انتزاعی رفاقت. هیچ کس با من رفیق نبوده. هیچ کس هندونه و روزنامه کل من مرسی میفته دیگه کانم نگیرم
چرا نخوابیدم؟ تکلیف چیه؟ از این بعد کجاییم؟ مگه اینجا دفتر حزب بود که حالا منحل شد از این جلسات یه جای دیگه تشکیل بشه سرهنگ مسخره احمق اینقدر داد داری ازش شکایت کردم بسنه و من چیکار کنم روزا کدوم قبرستونی برم؟ به داد رفتی ندارم مال مسئله مالیاتی پلو برو خونه بزنه بلومی که بردیم تاریخ ندارم افراد بزرگش فراموز سفر ارمان جمعه چه میدونم چه خواهد زندگی مثل کشتی میمونه که سخان شد 2 نفر باید هست این 2 ساعت من خواستم